سرخط رویدادهاست تقدیم از رادیو آزادی. سلام دوستان عزیز. امروز 14 مارس در چند دقیقه که داریم از احتمال اعلان شدن حکم فردی گمانبر در تجاوز و قتل هویدای 5 ساله میگوییم. بحث‌های داغ اطراف عفو مجرمین اخراج شده در روسیه تا دپورت 10 زادگان تاجیکستان در همین ماه، به حبس ابد محکوم شدن سیفالله سویپوف در امریکا و نجات ماهیگیری مست در دوشنبه. خبرهای دیگر را نیز داریم. مرکزهای زلزله‌شناسی زمین‌لرزه نوبتی را در نزدیکی ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان ثبت کردند. به اصلاح مرکزی زلزله‌نگاری ازبکستان، زمین‌لرزه 13 مارس ساعت 17 به وقت محلی به عمل آمد. شدت آن 4 درجه طبق جدول ریختر بوده است. از 1 مارس امسال دفعه 21 است که در تاجیکستان از جمله در نزدیکی کوه عظیم سرز تکان خوردن زمین ثبت می شود. تنها روزهای 11 و 12 مارس در تاجیکستان و افغانستان با قوه 4.3 تا 4.7 درجه 4 زمین لرزه به وقوع پیوسته است. ظاهراً بررسی پرونده الکساندر سیومین، فردی متهم به تجاوز و قتل هویدو تیلوزاده کودک 5 ساله توجیک به نقطه نهایی خود نزدیک می شود. انتظار می رود 15 مارس حکم او در دادگاه ولایت مسکو اعلان گردد. عبدالسلام سعیدов پدر هویدو 14 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت از آنها دعوت کردند که فردا ساعت 11 به دادگاه برای شرکت در محاکمه حاضر شوند. عبدالسلام سعیدов امیدوار است که در این روز زادگان تاجیکستان در دادگاه در پهلوی او خواهند بود و بعد 5 سال مبارزه گمانبر در قتل دخترش جزای سزاوار خواهد گرفت. مسئولان سفارت تاجیکستان میگویند برای عادلانه بررسی شدن قضیه از آغاز مرافعه ها را زیر نظارت دارند و برای دفاع از حق خانواده هویدو وکیل مدافع دادند. هویدو تیلوزاده روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوی ولایت مسکو ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در برخالته ورزشی در نزد روی آهن پیدا کردند. قتل هویدو تیلوزاده از پرسر و صداترین قضیه ها در چند سال گذشته بود. در روسیه میمانیم. رینات کریموف رئیس اتفاق کسبه مجرمی کاری میگوید خارجیان در روسیه نه به عفو بلکه به تامین شرایط سازگار برای کار و زندگی نیاز دارند. هفته گذشته دومای دولتی روسیه عفو مهاجران اخراج شده را جانبداری کرد. عفو احتمالی مهاجرانی را فرا خواهد گرفت که برای ویران کردن قاعده های اقامت و یا قانون شکنی های نوچیز از روسیه اخراج شدند. رینات کریموف در صحبت با پایگاه خبری گفته است ریشه اخراج خارجیان از رعایت نکردن طلبات قانونگذاری مهاجرت کاری آب میخورد. بنابراین در روسیه پیش از همه باید قانون درباره ثبت نام مهاجرت بازبینی شود، زیرا فعلا بسیاری ها نمیتوانند طلبات آن را اجرا کنند. کریموف افزوده است حالا با یک دست ما مهاجران را پیش و با دست دیگر عفو میکنیم. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان در آخر سال 2021 بیش از 120,000 مهاجر تاجیک در روسیه عفو کرده شده. اینچنین زیاده از 150,000 نفر دیگر اقامت خود را قانونی کردند. از اول سال جاری در روسیه نسبت مهاجران ریت‌های گسترده ادامه دارد. در نواری که حالا می‌بینید و آن به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که چگونه در اول ماه مارس 10 نفر زادگان تاجیکستان را در زیر نظارت مقامات انتظامی از فرودگاه مسکو به وطن دپورت می‌کنند. همه آنها برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش و جای داشتن مشکلات در حجت‌هایشان اخراج گردیدند. درآمد بانک‌های تاجیکستان در یک سال آخر 11% افزوده به زیاده از 1 میلیارد سومونی رسیده است. بعضی از این بانک‌ها را به پیوندان رئیس جمهور و یا شخصان نزدیک به خانواده‌اش وابسته می‌دانند. مقامات در این باره توضیح نمی‌دهند. در 7 سال اخیر در تاجیکستان 4 بانک بزرگ از جمله تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک مفلس اعلان شدند. تصمیمی که باوری ساکنان را به بانک‌ها کم کرد و پول‌ها را از قوطی‌های آهنی به داخل بالشت‌ها برگرداند. در این باره بینندگان عزیز در برنامه اخبار آزادی بعد 4 ساعت مفصل صحبت خواهیم کرد.
شما سرخط رویدادها رو تماشا دارید. سیفالله سویپوف، یک مهاجر ازبک تبار که در آمریکا به کشتن 8 نفر گناهکار دانسته شد، از حکم قتل امین ماند و به حبس ابد محکوم می شود. روز 13 مارت هنگام جلسه نه همه هیئت دادرسا به اعلان حکم قتل به سیفالله سویپوف راضی شدند. از این سبب حکم نهایی او زندانی 1 عمری و بدون عفو می شود. سیفالله سویپوف که وفاداریش را به گروه داعش اعلان کرده، سال 2017 ماشین خرد بارکش خود را به بین ازدیام مردم روان کرده 8 نفر را کشت. سیفالله سویپوف 35 ساله حکم خود را در زندان سوپرمکس کلرادو، یکی از زندان‌های مستحکم‌ترین آمریکا، ادا می‌کند. نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان یک مرد 42 ساله ساکن شهر کولاب را از جزیره‌چه در بین دریای دوشنبه بیرون کشیدند. به قول کمیته، شام 12 مارت مرد در حالت مستی به ماهیگیری مشغول شده به آب دریا افتاده است. هنگام راه اندازی عملیات نجات حرارت آب 10-12 درجه بوده است. امدادگران مرد را از دریا بیرون کشیده و به بیمارستان بردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نموده در مکان‌های ممنوع به ماهیداری مشغول نشوند. دوستان مهربان، حالا توجه کنید به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان که از سوی بانک ملی تعیین می شود. امروز 14 مارت ارزش روبل روسی 1 سومونی بالا رفته 1000 روبل بر عوض 144 سومونی و 50 درم پیشنهاد می گردد. 1 دلار 10 سومونی و 91 درم و 1 یورو 11 سومونی و 67 درم نرخ دارد. بینندگان عزیز، سپاس برای همراهی و با گزارش‌های روز شما را در برنامه اخباری آزادی منتظر خواهیم بود. روز و روزگارتان خوش.